یک کار بکن نمی سکیل خود سوار شو بیا گم نام سرامو که میفهمی جوان خودتو چند روزه به شکار نرفتی بیا که برین خودتو چند روزه به شکار برین امرو بریم به شکار خودتو بیا یک بیا با ما تل مندازون سکیل تو بیا با قصه و نشو آنه به سرایم بیا خداحافظ سکیل و تل نداره هم پول مایم هم نمیکنه از یک لیتر تل از اون سکیل خود تیر شم یک لیتر رو تا سکیل خونه مندازونه به پای حساب که بشه میگه والا سهم نسبیم خودتو سهم نسبیم ولی خود جوان بنده دیگه یک لیتر تل چی ارزش داره 80 دیگه 70 دیگه قیمت داره خوب شد که برای به زنگ داد که برده خوار همیه بیخی حسابی پول شده بریم به خیر خوشی به شکار که بریم سلام خوبی برو خیریت خوبه بیا مدی برو بریم دیگه چیکاره بریم بخیر شال تو شال به که صاحب بس خوب است که جوان دیگه قرار مکو اساسم دیگه شال چه کار میکنی که هر تو کلاکاشی و خوب پیدا کردم که پدر مرته که شک نکنه خلاص اگه برو خلاص بکش بکله خو چگو چی میگم مستقل سواری میکنم تو فهمیدی که ما که دستفرون خیلی خوبتر نسبت تو فهمیدی تو فقط چه کار میکنی تو فقط هم مجرد که به منطقه پولدارا میره خودت خب منطقه پولدارا میره که مجرد که کیفی میبینی یک ساکی میبینی یک چیزی به دست که نمیبینی عاجل چنگ میزنه دیگه تو فقط لالا خوب دل جمع باشه بفهمی از طرف من پشت بکو برین دیگه برین جلوش کمی فکر تو باشه تو مثل طلوع خورشید گای سرخی گای زردی تو مثل دوا میمونی که واسه شفای دردی تو مثل هوا میمونی که خودت زندگی هستی به شراب سرخ نابی که به من دادی و مستی وسط مهربانی تو الهی که من بمیرم تو این لحظه های آخر دستای تو را بگیرم الهی 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 من بمیرم که شاید بیایی دستاتو بگیرم بذار تا برات بخونم به صدای عاشقونه که به دنبال تو هستم به شوقی کودکانه تو به خلوت شب من مثل چل چراغ میمونی که تو رگهای من میریزی خونی جوونی الهی 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 من بمیرم که شاید بیایی دستاتو بگیرم الهی 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 من بمیرم که شاید بیایی دستاتو بگیرم گرمی عشق تو بوده توی تاریکی شبا اندم این دل تنها همیشه اسم تو بوده بیترین حرفی رو لبها بیترین حرفی رو لبها گرمی عشق تو بوده توی تاریکی شبا اندم این دل تنها همیشه اسم تو بوده بیترین حرفی رو لبا بیترین حرفی رو لبها الهی 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 من بمیرم که شاید بیایی دستاتو بگیرم
تو مثل طلوع خورشید گاه سرخی گاه زردی، تو مثل دوام میمونی که واسطه. بیاریم اینجا بابا، بیاریم اینجا، نندازین نگه دیگه، نندازین نگه. شفای دردی، تو مثل هوا میمونی که خود زندگی هستی. بخونم. شراب سرخ نابی که به من دادی و مستی، واسطه مهربانی تو الهی که من بمیرم. میگم بگم میفهمی چی میگم؟ بله. من همینجا یک گلم آشغال جمع کردم. خب بفهمیدی تا پلاستیک سیاه کردم. آه. اونا ببره که دکتر ساگ بیای باز 100 گپ شما میزنه. خب موتر آشغال حال کن نمیایه. خال کن نمیایه دیگه. خب چکار کنم؟ برای هیچ کس نست که برای پول میل نمیدم. خب گدایم مردم. همینا ببره که با اونجا یک کورقی هست بنده با تو اون کورق اندو تا خودم پلاستیک بخی. خود پلاستیک. اینا رو جمع کو. اینا رو پرتو ندیم بابا دیگه. اینا پس چکار کنم؟ نه پیارمه برو پیار خوب بگردم. نمینا نمیگن دکتر سا که ما گاهی وقتی میام اینجا گو میمون داریم او چیزیه تنوریه. خود تنور. اینا خوش میشه، درسته که علفه، این علفه، اینا خوش میشه، اینا رو میندازنیم به تنور. راست میگه حیاتم برفته. به تنور بندن قرار خونم پخته کنی. خب نه دکتر سا گاهی وقتی اینجا به میمونا خود چیز میزی پخته نمیکنن، گوسفند رو به داخل از این نمیگذارن. اینا خوبه پس علف هم باشه که تو بخی آشغالا ببره. همونجا تو پلاستیک جمع کرد. بخی سنگین نباشه بابا که نمیتونم، شونه پهلو شدم. خوبه خیلی دیگه حالا چیه که شونه پهلو شدم. بده من اینو من میبرم سرتونی میبرم. اما پلاستیک کلون سیاه نگذاریم به سرتونی بندازی پیش زوما دیگه. من نمیگه میندازم دیگه اونو. خوبه. من اینا جمع جورم میکنم. شاید صدای پای اها Mamma mamma nate işte korktum muhakkak. بیلا چه تیز میرفتن اینا. ای خاک بخیر خوشی شما رو بخوره. اینجا من وزیر میکردین. خیر ببینی دوزک که تو همی آشغالا لحظه نمیشنی بده. من براده بده. چه کار گلت؟ عباس بیا بشیم کنه. با خود میخندی. اما پول چیزی هستی. نه؟ چرا میخندی؟ گپ بگو که بخندم. تو بگو دیگه. یاره بگو گپ که بخندم. تو بنده دل بدستی. بیلا چه کار شد گله؟ تو بشی تو باید خیلی بلاخی. خب گپ بگو. خداحافظ من میرم. گپ بگو دیگه. خب من بخندم.
سردار چطور کردن تو من به سر مادر خودت تو یک خنده نکنی خود چه کار شده؟ بگو مالی چه کار شده؟ بگو مالی بگو دیگه خدایا خیر پیش کنه پیار ماما گفتن گیلک خب گفتم او همین 10 دقیقه پیش گفتم برم مو آشغالا رو بردار که من چون چری چند روز متر اشغالی نمی آیه خب آشغالا رو ببره و میتمو کلغه خراب کنه میجگاه پرتو کن خب گفتم خوبه بابا میبرم لالا گل به سر تو ببره و آشغالم به تا پلاستیک پلاستیک تمام هرچی خرت پرت آشغال بود به تا پلاستیک ها سیاه هسته مثل سوری خب ها به تعمونا انداختم میتم میرفتم هم یک بار 3 کیلی بیامد به پیش ببرید چه کار شد سکیلی چه کار شد؟ خب بگو دیگه از دستم چنگ زد خیال که اینا لال و جواهره میگو همین سکیلی که مر به زیر کنه کده میترا خیلی سیاه کنه و دست کنه آشغالار بجوندم دوست بیچاره از میدم دعا میکنم میگم من اون اگه تا اینجی میبردم شاید سر کلیم همه به بویه میدی از زوری بویی میداد آشغال بود خب بویی کنه میداد آشغال لیلون کنه و پلاستیک کنه و انگور خورده بودیم و شتنبه شکر بدن چی بدن دوست میتن همه چیز که من گفتم حالی به بیجو نره مسکین دوستک ببر بیچاره و که نگاه بره شک پلاستیک بس بیاره دست یعنی آشغال دزدی هم شده نه او خیال کرد که پلاستیک یک چیزی داره گویا گل زعفرون داره گو سخت 2 کیلو بگیر بیامد یا بیلال و جواهر خریده رو با خونه خمیره برو من زنیم تو نمیشن که برون خبر قلق کرد به پیار خودم آیا خداحافظ خوشه بدی با ایلا بیچاره مسکین بگیره دوستا بگیر بودگاه خدا مدنه به کدی دشتینو ای شماره میکنه گیلگه یار تو یاد مواشه میخندم خداحافظ شطور دیدی ندیدی بابا شطور دیدی ندیدی خیره گناه داره اصلا هوار سه میکرد آسمان سه میکرد نه خاک تو هم چنگ بزنی چی چنگ زدی تو اینا که همه خوشخوره از تو ما شما برفتیم بگفتیم تو گفته چیه هست اینا چیه؟ با آشغال باور کن یعنی مثل یک خدای کسی بیان بکرده ما و تو خاک تو چنگ زدی تو چی چنگ زده بودی خدای رسی من چی خبر دارم لالا که تو گفتی دیگه ما تو چی آشغال چی شکار کردیم با خودم با اینا واسکت کنه بگو آقا ما اگه ما تو چنگ بزنی طالب عمر قومی دقم شکاره بکردی ما بوده بزن عمر جمع یار به طریق افغانستان نوشته میشه این شکار خاک با سر ما و تو خود شکار کردن ما و تو وقتی که برای کال ما و تو رو جمله معتادا نگیرن والله سایکو رمضان 100 دفعه با تو گفتم همیشه وقتی ما و تو به میرو میریم یا کیف چنگ بزن یا گوشی دیگه پلاستیکار چنگ نزنه که بیاب میشیم من که فکر با متساری و نفهمه که تو چی چنگ زدی من چی خبر دارم من گفتم خدا بدانه تحقیق خلطه چی باشه فقط لال عظیم اومد به فکر گوشی فقط گوشی کیف این چند تا که اگه به طور اومد چنگ بزن اینو چی پلاستیک انک دوش کن بره
بابا جان بابا بیاین که شما اختلاسی کنیم که داره و درس کنیم بابا. خیریت باشه با چی کار کردی؟ بابا زبال کجا بده؟ همین کجا که انجام شدیم هم اینا رو ما تو بریم بیلا بابا بشینیم. خود چه کار شد؟ چه در بدن شدیم؟ چه کار شد؟ چه وچه لباتی لکته خوب بگو دکه که من خطا نکو دکه. به شرط من نزنیم بابا. با چه کار کردی؟ با چی گله به دادی؟ اینه ادیان لباتو لکته بدیان میخنی بابا پلستیک آشخارم دیگه بردشتم خب من تنگ کشیدم باخچه خوب همه یک بار این میرفتم یک بار 3 کیلی بیام خوب 3 کیلی بیام همه یک بار پلستیک لازم شد پلستیک آشخارم بابا ما یک کامرا من حدی بدهیدم وای بگیر دوسته خوب پلاستیک بابا میتونه به یک سرعت 3 کیلی نمیره بیچاره من خوب در دیوار کن نازم بچون نگه در دیوار چیه خبر دارم بابا یعنی چی؟ سعی نکنی پشت سریو ایشته بیعقلی بود بابا چون این بیچاره خدا میدونه کی به سراغ خوشخال نشته ندشته چی میبره دیگه این عقل بوزن نکشی که این پلاستیک از آشغالایه مثل که نه الان به فکر دیگه چیزی شده و چی خوبه کردو بابا هم دیگه چنگ نزم من رادیو های بگیر دوست کامرا بدویدم هم رادیو بدویدی به رادیو بابا بیامدم همین گوشه باغچه بمین بیرو پشت بمین دیوال در باغچه بفسادم همین جگاه گرده در شده منجه برم اون عباس به چه همسایه آمده به زو اختلاط کرد او از من بیشتر گرده در شد یعنی جای خنده هم هست خنده این مسکین بیچاره مثل که چیزی نداشته یک چیز میدی میبینی یار ما مردم بابا به کل شرایط گنده شده بیلا همینجی بابا قناعت کنیم 8000 ریپه به شما میدم 8000 ریپه به من میده پیاره بچه 16000 سه وعدم 5 وعده نون ماسته باشین خرج برج مثلا که نیشته باقی راست میگی نیشته گل کردی راست میگی شما جمع هم که اینجا دکتر صاحب اینا خود میمونا خو میاد چند به ما چیز میزی میمونه راست میگی تا به 10 کیلو میوه بمونده اینجا گوشت بمونده راست میگی بابا مردم پریشونه داره به داره همو بیچاره ها مال کمک جا خنده هم نیه جا گریه هم همو بیچاره ها مثل که پریشونه حتما پریشونه مرتکه مجبور نباشی کار نمیکنه او گفته حتما یک چیز میزیه دیگه با خاکی از ایستی نیستی بیتره حتما به من فکر باش شده که حتما یک چیزی درسته هست خیر بینه گفتم اینا سنگین بود خوب سنگین هم بود گفتم اینا یک ذره ببرم چی وقتی ما بابا بگین اینا خودش پس من میرم کنار رو دوم دیگه برو اونا رو که ما اینا جاری میکنم